امیر عباس هم رفته برامون نون بربری تازه گرفته، نون پنیر هندونه بخوریم. من کیک مرغ رو تزیین کردم. مهدی از ساعت چنده؟ ساعت 8. بعد نمیدونم امشب میخواد چه ساعتی بخوابه. سلام علیک کردیم، گفت من یکی از فالووراتونم، ولاگاتون رو میبینم. خیلی خیلی خوشحال شدم، اولین بار بود برام چنین چیزی پیش میومد. بذار اینجا بذاری یکم خاک بخورم برای خودش. خاک بخورم. بله دیگه، بس جوجه‌های عزیز تو چی خاک میخورن؟ خاک نمیخورم. آره. یه عالمه گلم داخل بالکنم کاشتم. یه درخته یاسه ببینید گلم داده. خیلی خوشگله، دست در نکن. قربونت بشم. چی زود اومدی؟ نبودم مدیرای ما. یازد اومدی. کلک زدی؟ در کنار خانواده باشی. مرسی. چه کیک مرغی. نه مامان، همه جوجه صدا میاد، قرقرو نیست. خب شاید اون مریض باشه. آره. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و در کنار عزیزانتون یه روز خوب و پر انرژی شروع کرده باشید. به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدید. امروز شنبه است، گفتم یه ولاگ براتون ضبط کنم. یک هفته میشه از شمال اومدیم. من هیچ ولاگی ضبط نکردم، درگیر خرید لباس بودم. عروسی برادر شوهرم نزدیکه. گفتم تا امتحانات امیر عباس شروع نشده ببرمشون بیرون و خریداشون رو انجام بدم. بالاخره دیروز خریدامون تموم شد. الان فقط لباسای مهدی مونده که اونم دمدمای عروسی میریم میگیریم. برای شام میخوام کیک مرغ درست کنم. گفتم برای شما هم فیلمشو بگیرم تا شما هم استفاده کنید. امیدوارم امروز همراه من باشید. من مواد مورد نیاز کیک مرغ رو آماده کردم. الان باید بذارم که مرغم بپزه و بعد کیک مرغم رو آماده کنم. پیازچه و جعفری هم خریدم، هنوز پاک نکردم. سبزیارم باید پاک کنم و بشورم و خورد کنم. بریم که کارامون رو شروع کنیم. خب نون توست گرفتم. این فلفل دلمه رو میخوام برای تزیین استفاده کنم. ذرت هم میخوام برای تزیینش استفاده کنم. مرغ و پیاز و برگ بو گذاشتم داخل قابلمه. الان باید زیرش رو روشن کنم تا بپزه. بعدش سبزی هم پیازچه و جعفری هم گذاشتم اینجا تا پاک کنم. جان جوجه چی کار داره میکنه؟ سر صدا میکنه. با دوستام سلام علیک کردی؟ خب بریم ببینیم چیه. دیروز که رفته بودیم به مامزاده حسن خرید کنیم، جوجه آورده بودن. بعد ارشیا 2 تا جوجه برای خودش گرفت. من اصلا دوست نداشتم جوجه بگیره. بعد باباشون دوران کودکیش از تهران میومد خونه مامان بزرگش، بعد جوجه میگرفت بزرگ میکرد، دوست داشت. گفت بذار برش بگیرم، گناه داره. بعد دیگه 2 تا جوجه براش گرفتیم. ببینید گناه دارم، بذارشون اونجا. بنداز اون گلدونه، بذار خاک بخورن. بذار اینجا بذاری یکم خاک بخورم برای خودش. خاک بخورم. بله دیگه، بس جوجه‌های عزیز تو چی خاک میخورن؟ خاک نمیخورم. آره. یه عالمه گلم داخل بالکنم کاشتم. یه درخته یاسه ببینید گلم داده. این گل شمدونی ها رو هم از خونه مامان آورده بودم، یادتون باشه. این قسمت رو میخواستم برچسب بزنم دیگه، تکراری شده بود برام، خسته شده بودم. بعد این یا کریمه که مثل همیشه تخم گذاشته روی تخماش نشسته، دیگه نتونستم گلدونه رو تکون بدم که اینجا رو برچسب بزنم. اینقدر بچه میاره تمومم نمیشه که بلند شه بره من اینجا رو مرتب کنم. اینجا هم جای جوجه های عرشی هست. بذار اونجا، بذار برخوشون بمونن. بعد برو دستتو بشور باشه. یه دونه
خب اون که بیار دیگه. میرم اون حرفا بکنم سر صدا میکنم. صدا خب جوجه صدا میده دیگه. صدا میده. نه مامان همه جوجه ها صدا میده، قرقرو نیست. این صدا میده. خب شاید اون مریض باشه. آره آره دستاتو بشور بعد اومدی داخل باشه. حالا عرشه رو راضی کردم هر موقع رفتیم شما اگه جوجهاش زنده موندن با خودش ببره خونه مامانم اینا اونجا بر خودشون بزرگ بشن. تهران نمیتونی بیاری بگی اینقدر جیغ میزنن نمیذارم بخوابیم ما. خب باش ساعت 6 جوجه هاش بیدار شدن اینطوری جیک جیک میکنه بعد اومدم بهشون غذا دادم اصلا بیدار شدن دیگه جیک جیکشون قطع نمیشه. آره داره میخوره بذار بخوره. خب من رفتم دیگه. امروز صبح امیر عباس خونه بود هنوز مدرسه نرفته بود رفتم خریدام انجام دادم. سبزی گرفتم با نون توستم گرفتم چون مهدی گفته بود برام کیک مرغ درست کن. خریدامو کردم تا امشب براش کیک مرغ درست کنم. من اکثرا شبا غذا درست میکنم چون فرداش باید بدم مهدی ببره محل کارش. شبا غذا درست میکنم زیادتر درست میکنم که مهدی با خودش میبره. دیروز که رفته بودم امامزاده اصلا خرید کنم یکی از شما دوستای خوبم و به طور اتفاقی دیدم. عرشی و مهدی رفته بودن جوجه بگیرن منم خیلی شلوغ بود امامزاده اصلا کنار خیابون برای خودم وایساده بودم یهو دیدم یه خانم اومد با هم دست داد گفت خدای من اصلا اینو نمیشناسم. بعدش سلام علیک کردیم گفت من یکی از فالووراتونم ولاگاتونو میبینم. خیلی خیلی خوشحال شدم اولین بار بود برام چنین چیزی پیش میومد یعنی خیلی خوشحال شدم. فقط یادم رفت ازش بپرسم اسمتون چیه. یه ذره کوتاه با هم دیگه صحبت کردیم. دوست عزیزم اگه این ویدیو میبینی تو کامنت ها حتما اسمتو برام بنویس که دیگه اسمتم بدونم همیشه تو یادم باشی. خیلی برام غیر منتظره بود خیلی هم خوشحال شدم. امیدوارم روز به روز کانالمون بزرگتر بشه دوستامونم زیادتر. الان مرغ گذاشتم داره میپزه. بعد من همیشه یه چند تا دونه سیب زمینی هم داخلش میریزم. بعضی اصلا توی دستوری کیک مرغ اصلا سیب زمینی نیستش ولی من سیب زمینی داخلش میریزم خیلی خوشمزه میشه. کیک مرغ به روش‌های مختلف با سس‌های مختلف درست میشه. من همیشه به این روش درست میکنم خیلی خیلی خوشمزه میشه. امیدوارم شما هم درست کنید. حالا من برم سبزی رو پاک کنم تا کیکمون رو درست کنیم. یکم میوه برای عرشی پوست بگیرم عرشی رو تقویت کنم. اول بچه خونه حوصله‌اش سر میره. امروز رفتم حالا پیش دبستانی براش پرسیدم گفت هنوز ثبت نام شروع نشده. حالا ثبت نام فکر کنم از هفته بعد شروع میشه دیگه. امسال باید بری پیش دبستانی عرشی. یکم پیش دبستانی بره برای خودش دوست پیدا میکنه اونجوری سرگرم میشه. مهدم تا الان اصلا نفرستادمش همش مریضی و این چیزا بود دیگه ترسیدم گفتم خودم خونه هستم بچه یکم خونه بمونه مریض نشه. ولی خب دیگه الان باید بره پیش دبستانی. عرشی مامان بیا برات میوه پوست گرفتم. بیا مامان بیا بسر برو بشه. بعد من داخل کیک مرغ سیب زمینی میریزم. ببینید سیب زمینی من کوچیکه 4-5 تا سیب زمینی کوچیک میریزم. به نظر من سیب زمینی باعث میشه که مرغ و بقیه مواد با هم دیگه قشنگ میکس بشن و طعم مواد به خورد هم دیگه بره. وقتی سیب زمینی نریزیم به نظر همه مواد طعمشون جدا جدا حس میشه. اینطوری یه طعم واحد پیدا میکنه و خیلی خوشمزه تر میشه. وقتی مرغا پخت همین مقدار سیب زمینی میریزم داخل مرغا با مرغا میپزه. بعدش این سیب زمینی رو جدا میکنم و با گوشت‌کوب لهشون میکنم. یعنی صبر میکنم تا بپزه.
چیا؟ بیا بهت مرغ بدم. بیا. سلام علیکم. کاسه اینجا هست اگه میخوای برداری. خب من همه موادش رو آماده کردم. فقط اینجور غذا درست کردن خیلی خورد کردم این چیزا داره دیگه. نه الان میخوام سسش آماده کنم. بعضی با سس پنیری درست میکنن. من از سس مایونز و ماست استفاده میکنم. شما حالا هر کدوم رو دوست دارید میتونید استفاده کنید. جا بریزم تو کاسه بخوری؟ باش بذار این سس رو درست کنم براتون میریزم. نه دیگه ماست خالی بخور با سس دیگه نخورد. به نسبت مساوی سس و ماست و یه مقدار آب لیمو حدود 2-3 قاشق. مخلوط کنید با هم دیگه. یه مقدار فلفل و نمک هم بریزید داخلش. فقط حواستون باشه اگه به مرغتون نمک زدی نمک سسش رو کمتر بریزید. من الان به مرغ نمک زدم، سیب زمینی هم که گذاشتم با همین مرغ پخته، پس نمک داره غذام. فقط یه مقدار اضافه میکنم که ماستم از بی‌نمکی در بیاد. حالا بعدش که موادش آماده کردم دوباره تست میکنم. یه بار مواد لازم برای کیک مرغ رو بهتون بگم. ما به مرغ آبپز نیاز داریم. فرقی نمیکنه سینه یا روم باشه، میتونه از مخلوط هر دوتا باشه. من از مخلوط هر دوتا استفاده کردم. جعفری خرد شده، پیازچه خرد شده. این جعفری ها رو برای تزیین گذاشتم. من همیشه چند تا دونه سیب زمینی هم میریزم. گردوی خرد شده هم نیاز داریم. خیارشور خرد شده، ذرت و فلفل للمه رنگی هم برای تزیینشه. سسش هم که بهتون یاد دادم چطوری درست کنیم. حالا بریم با هم دیگه این غذای خوشمزه رو درست کنیم. خب اولش باید سیب زمینی رو له کنم. گوش کن. اصلا شما میتونید سیب زمینی رو حذف کنید. من خودم چون ما خیلی سیب زمینی دوست داریم و بعد سیب زمینی توی این غذا باعث انسجام موادش میشه، من همیشه استفاده میکنم و میریزم. من اونطوری نیستم که مثلا از یه دستور غذایی که همه ازش استفاده میکنن استفاده کنن. خودم طعما رو امتحان میکنم، اونجوری که خوشاینده خودم و خانوادمه اونطوری درست میکنم. بعد مرغا رو اضافه میکنم. جعفری من کم کم اضافه میکنم، اگه نیاز بود دوباره بقیهش رو اضافه میکنم. پیازشم اضافه میکنم. خیارشور، و گردو. گردو هم سلیقه‌ای دوست نداشتین میتونید حذفش کنید. سس رو بهش اضافه میکنم و مخلوط میکنم. خب اینم از مواد میانی کیک مرغمون. یکم اینجا جمع جور کنم و بیام ادامه کار رو ببینیم. شما میتونید کیک مرغ هم تک نفره درست کنید هم مجلسی درست کنید. من الان نمیخوام تک نفره درست کنم، میخوام یه دونه کیک مرغ بزرگ درست کنم. دورای نون توستن بگیرید. بعد این دورای نون توست رو من برای تزیینش استفاده میکنم. برای مهمونیاتون میتونید تک نفره آماده کنید و سروش کنید.
برای تولدا خیلی گزینه خوبیه. بابا جان نوش جان. خوشمزه بود. خوشمزه بود؟ نوش جونت شمکو. این وسط ها هم به ارشیا هم خوراکی میدم، غذا میدم، درخواسته ارشیا هم برآورده میکنم. چی؟ دوباره میخواد بمون من اینو درست کنم دوباره برات میارم باشه؟ همیشه مهدی به من میگه تو چجوری میتونی هم آشپزی کنی هم جواب بچه ها رو بدی هم به کارهای خونه برسی. میگم این نشانه مادر بودنه. مادر که باشی همه این کارا رو میتونی انجام بدی. میشه درست اینا رو میخوام تزیین کنم بعد استفاده میکنم. خوشگل کنیم دیگه غذامونو. من الان میخوام داخل این ظرف درست کنم. نه یه مقدار سس کفش میریزم پخش میکنم. شما تو هر ظرفی که دوست دارید میتونید درست کنید. میتونید قالبی هم درست کنید. حالا به هر شکلی که میخواین نون توستاتون رو بذارید داخل بشقاب. یه لایه که نون توست گذاشتید دوباره یه مقدار سس پخش کنید روی نون توستا. این سس از همون سسیه که اول کار بهتون یاد دادم. این سسه باعث میشه کیک مرغتون خیلی نرم و لطیف بشه. بعد از مواد مرغ بریزید روی نون توستا و خوب پخشش کنید. ارشیا بیا در رو باز کن. اول بپرس کیه؟ سلام بابا. سلام. بابا رسول دادیه. خوبی؟ چه زود اومدی؟ من صدا شده فهمیدم. عشقم مرسی. دست در میکنه. خسته نباش. قربونت بشم. چه زحمت کشیدی؟ نه. حالا میگم چی؟ ببینید بابا. مهدی برام یه دسته گل گرفته. چقدر خوشگله. برشی. دستش در نکنه. داشتم کیک مرغ درست میکردم یهو زود اومده خونه. بردم. خیلی خوشگله. دست در نکنه. باورت نمیشه عشقم. قربونت بشم. چه زود اومدی؟ امروز نبودن مدیرای ما. اه زود اومدی. کلک که زدی؟ در کنار خانواده باشی. مرسی. خب برم بقیه کیک مرغ رو درست کنم. خب الان یه لایه دیگه نون توست میذاریم. فقط دقت کنید از طرفین قشنگ مساوی باشه. وسطش اگه خالی باشه موردی نداریم. میتونیم با همین مواد مرغی پرش کنیم. الان به همین ترتیب لایه ها رو ادامه میدیم. هر چند تا لایه دلتون میخواد میتونید بذارید. روی لایه آخرم مواد مرغیتون رو بریزید و خوب کاورش کنید. بعد از اینکه سطح کیک مرغتون رو مرتب کردید دور تا دورش هم اگه جای خالی بود با همین مواد مرغی پر کنید و بعد سس رو به همه قسمتاش بزنید.
اینم از تزیین کیک مرغمون. دوستای عزیزم، کیک مرغمون آماده شد. من با موادی که تو خونه داشتم تزیینش کردم. من میذارمش داخل یخچال تا خوشمزه تر بشه. اگه از تزیینش خوشتون اومده لطفا لایک کنید تا ویدیوی من به افراد بیشتری نشون داده بشه. حالا برم برای مهدیم تزیین کنم تا با خودش ببره اداره فردا نهار بخوره. داخل این ظرفم برای مهدی درست کردم. یه تزیین کوچولو هم براش انجام دادم. بچه ها هم منتظر منن که عصرونه بخوریم. ببینی مهدی چه عصرونه‌ای بر ما تدارک دیده. دست در نکنه. امیر عباس هم رفته برامون نون بربری تازه گرفته. نون پنیر هندونه بخوریم. من کیک مرغ رو تزیین کردم. مهدی عصرونه آماده کرد. یکم استراحت کردم. عرشی رو ببین چجوری خوابیده بر خودش ولو شده. ساعت چنده؟ ساعت 8. بعد نمیدونم امشب میخواد چه ساعتی بخوابه. من که گردنش نمیگیرم امشب، چون هر شب یه نفر باید بره تو تختش بخوابه پیشش تا عرشی خوابش ببره، بعد بیایم روی تخت خودمون. و قرار بود امشب من عرشی رو بخوابونم، ولی چون عرشی الان خوابیده دیگه من امشب نمیخوابونمش. دیگه مهدی امشب باید بخوابونتش، چون مهدی هم یه چرت رفته قشنگ خوابیده. امروز زود اومده، یکم برخوش خوابیده. دیگه این گل پسر رو باید امشب مهدی بخوابونه. چقدر ناز خوابیده. عینکش رو بردارم براش. مهدی در تلاش برای بیدار کردن عرشی. رو بالش کاری نه. اینجا بخور. خوش بیدار نمیشه. خسته است بزرم. عرشی شام نمیخوری؟ اینم از میز شاممون. عرشی بیا ماما. قربونت بشم. مرغ درست کرده مامان از عرشی. عرشی منتظره بخوره. یه سالادم براشون درست کردم. دیگه تزیینش نکردم. برم براشون بکشم. چه کیک مرغی. کم بریز. چرا ازشون خوردی؟ خوردم. بودم. نه من راست بگیم. بخور عرشی.
دوستای عزیزم، از اینکه امروز همراه هم بودید، وقت گذاشتید، ولاگ رو نگاه کردید، خیلی خیلی ممنونم. لطفا نظرتون رو برای ما کامنت کنین، انتقاد پیشنهادی دارین برام بنویسید تا نظرتون رو بدونم. تا ولاگ بعدی همتون رو به خدا میسپارم. سلامت و شاد باشید. ممنونم از همه شما که ولاگای ما رو میبینید و ما رو حمایت میکنید. خداحافظ شما.